تو این ویدیو با هم میریم یه هاست میخریم و به یه دامنه وصلش میکنیم. با ما همراه باشید. سلام رفقا، من فرشادم و اینجا چنل کلیکرز. تو این ویدیو با هم میخوایم که یاد بگیریم که چطور میتونیم یه هاست بخریم و چطور میشه اون هاست رو به یه دامنه متصل کرد. قبل از اینکه جلوتر بریم، اگه نمیدونید که هاست چیه، من ویدیوش رو این بالا میذارم که سایت چیه و از چه اجزایی تشکیل شده رو حتما ببینید و متوجه شین که هاست کدوم قسمت از طراحی سایت هست. طراحی سایت که محسوب نمیشه ولی منظور پیش نیازشه. هاست ها، حالا بخوایم خود تخصصی تر در مورد این موضوع صحبت کنیم، لینوکسی و ویندوزی بر حسب زبان برنامه‌نویسی که انتخاب میکنید یا اون CMS یا اون سایتتون بر اون اساس نوشته شده. هاست لینوکسی در واقع زبانهای PHP رو ساپورت میکنه و هاست ویندوزی ASP. ما در کل با PHP کار داریم. یه جوری کلکلی هم بین اون PHP کارا و ASP کارا هست. سر امنیت و موارد مختلف خیلی با هم کلکل دارن، مثل تو مایه‌های کلکلای اندروید و آیفونه که حالا مثلا ما کاری با این قضیه نداریم. هر دو تا زبان ویژگی‌های خوب و بد خودشونو دارن و فقط بهتر آشنا باشین که هاستای ویندوزی برای زبان‌های ASP. از اونجایی که وردپرس با زبان PHP نوشته شده، پس ما هم با هاستای لینوکسی کار داریم. من اینجا چند تا سایت واسهتون آوردم که حالا یه جورایی از نوستالژی تا حرفه‌ای برای خودم محسوب میشه. نوستالژی از این لحاظ میگم که من خودم کار طراحی سایت رو از این سایت که الان دارید میبینید، آسمان آتش، شروع کردم. در واقع حدود 6-7 سال پیش بود. دنبال یه هاست میگشتم که هاستای رایگان داشته باشه. قدیما هاست رایگان خیلی بیشتر موجود، الان من خودم ندیدم دیگه، راستش خیلی هم سرچ نکردم. قدیما یه هاست رو میخریدی، مثلا نمیخریدش، رایگان بود، 10 مگ فضا بیشتر بهت نمیداد و با همون 10 مگ میتونستی وردپرس بری بالا. فکر می‌کنم وردپرس 3 و خورده‌ای بود ورژنش، الان وردپرس 6 و 3 اومده فکر می‌کنم و اون وردپرس نهایت میشد 8 مگ. الان وردپرس رو فکر کنم اکسترکت کنی بالای 30 مگ بشه. میتونید از همین سایتایی که من بهتون معرفی میکنم شما یه هاست خودتون خریداری کنین و کارهایی که لازمه رو روی هاست حرفه‌ای انجام بدید. آسمان آتش، من کار هاست رایگان رو شروع کردم و همیشه یه حس خاصی بهش دارم، اما واسه شروع خوبه. این سایت پشتیبانی خوبی داره، پشتیبانی اوکی داره، حالا نمیشه انتظار زیادی ازش داشت ولی خیلی قیمت‌های هاستاش خوبه و واسه اینکه شما اول راهین تا یاد بگیرید و حالا به مرحله حرفه‌ای‌تر برسین کفایت میکنه. اولا که اینو بگم که این ویدیو قرار نیست تبلیغ کنه. من تبلیغ هیچ کدوم از این سایت‌ها رو نمی‌کنم و صرفاً تجربیاتم رو دارم میگم و اینکه شما میتونید از هر سایتی هاست بخرید. فقط حالا یه سری ملاک‌ها رو بهتون میگم به چی دقت کنید. میتونید مثلا با شماره‌های تماسش تماس بگیرین، ببینید کسی پاسخگو هست یا نه، قبل خرید تیکت بزنید ببینید که چقدر طول میکشه جواب بدن. این موارد رو میتونید تست کنین، چک کنین و بعد تصمیم بگیرین از هر سایتی که دوست داشتین خرید کنین. من صرفاً تجربیاتمو نسبت به سایت‌های مختلف که باهاشون کار کردم بودم بهتون میگم که حالا شاید هم اگه دلتون خواست یه ملاکی هم قرار بدین صحبت‌های من. این سایت هاستای قیمت مناسبی داره و حالا میتونین پلنا رو چک کنین. این یه سایت دیگه است که من خودم شخصا این سایت رو بهتون توصیه میکنم. تمام لینک های این سایت ها رو هم توی دیسکریپشن میذارم. توصیه من 7 هاست هست به دلایل مختلفی که حالا در ادامه بهتون میگم. آسان وب هاست دیگریه و نت افرازم هاست با کیفیتی میده ولی خب یه سری مشکلات داره پلناش که من میگم بهتون. همونطوری گفتم آسمان آتش خب اولین جایی بود که من باش شروع کردم و حالا پلنای قیمت‌های خوبی و مناسبی داره که خب مثلا واسه شروع اگه بخواید فقط وردپرس بریم بالا، حالا یکی دو تا قالب معمولی روش تست کنید 500 مگ کفایت میکنه واسهتون و میتونید حتی ماهانه یا 3 ماهه بخرین و تستاتون رو انجام بدید. واسه یه حالتی که میخواین کم هزینه کنین و فقط یاد بگیرید. اگه خواستین یکم برین جلوتر، خب 7 هاست خیلی هاستای بهتری داره، خیلی پشتیبانی بهتری داره. ببینید یه چالشی داره خرید هاست
که وقتی که شما از یه شرکتی هاست میخرین نمیدونین چقدر قراره بهتون سی پی یو، رم و منابع اختصاص بده. حالا من اینجا این توضیحات در مورد هاست رو بهتون نشون میدم. مثلا وردپرس آلمان این سری سخت افزار داره، مثل کامپیوتر، مثل سیستمی که شما الان باهاش دارین این ویدیو رو میبینید، حتی اگه با گوشی نباشه و بر حسب اون سی پی یو، رم و اون ابر کامپیوتری که پشت اون واسه اون سرور هست یک سری منابع خیلی کمتر رو اختصاص میدن و در واقع میشه هاست اشتراکی. به شما یه فضایی میدن که محدوده و میتونید که باهاش اون سایتتون رو بیارین بالا و حالا بر اساس پردازشایی که اون سایت داره، تعداد کاربر، خدماتی که داخل اون سایت دارین ارائه میدین، از اون منابع، از اون سی پی و از اون رم استفاده میکنین و میبینین که کافی هست واسهتون یا نه. داخل این پلن چقدر سوتی میدم، داخل این پلن‌ها که بیاید ببینید، حالا من هاست وردپرس رو زدم. هاست وردپرس معمولا تو سایت‌هایی که هاست می‌فروشن از فضا و منابع بیشتری بهره میبرن و اگه خواستین حرفه‌ای‌تر بخرین هاستتون رو، بهتره که هاست وردپرس رو خریداری کنین. البته میگم این اصلا معلوم نیست، هیچ ملاکی پشتش نیست، ولی 7 هاست نسبت به پولی که میدین اون منابع رو بیشتر بهتون تخصیص میده. همشون دارن میگن یه سی پی یویی میدیم بهتون، یه رمی و چند گیگ رم در اختیارتونه، یه فضای دیسک به این شکلی. حالا با یه سری خدمات دیگه اینا حالا تبلیغاتی داره، خیلی ما کاری باهاش نداریم. چیزی که شما تو مرحله اول قراره که بهش توجه کنین بحث بکاپ گیریه. اصلا بکاپ روزانه یکی از خدمات خوبیه که میشه یه هاستینگ داشته باشه که شما خیلیتون راحت باشه بابت فایلای هاستتون. این مورد توی آسمان آتش هم هست، حتی با همین هزینه‌های کمش، و واسهتون بکاپ گیری و روزانه انجام میده. هر موقع که مشکل داشتین میتونین، فکر میکنم تا 7 روز یا 15 روز، حالا استرناس فکر کنم 15 تا بکاپو نگه میداره. شما میتونید به 15 روز قبل هم برگردید که خب اینا دقیقش رو میتونید تیکت بزنید و بپرسید. بقیه موارد هم همینطور. حالا PHP تا الان فکر میکنم نسخه 8.3 هم اومده و حالا تا 8.8 اینم مهم نیست، همین 8 به بالا رو ساپورت کنه کفایت میکنه و حالا یه سری خدمات دیگه هم داره. 7 هاست خیلی کامله، میتونم بگم از لحاظ اون امکانات اضافه تری که داخل هاستتون بهتون میده امکانات کاملی هست. خود هاست ها از پنل مدیریت متفاوتی بهره میبرن که سی پنل و دایرکت ادمین. دایرکت ادمین رو واقعا من شخصا باهاش هیچ ارتباطی نمیگیرم و واقعا خیلی محیط خشکی داره. ببینم میتونم وارد شم یه محیط از دایرکت ادمین بهتون نشون بدم قبل اینکه بریم توی سی پنل، میتونه واسهتون جذاب باشه. 2 hours later. 3 hours later. خب این یه محیطی از دایرکت ادمینه، یعنی الان شما به عنوان مثال هاست رو میخرین، وارد هاست میشین، میبینین که یه همچین محیطی بهتون نمایش داده میشه. آپدیت های جدیدش بهتر شده. حالا این توی نت افراز اکثر پلنایی که ما در واقع داره واسه فروش هاست همشون با دایرکت ادمینن تا اونجایی که من خاطرم هست که میبینین نوشته دایرکت ادمین. دایرکت ادمین تنها ویژگی که میشه گفت داره اینه که یه کمی منابع هاست رو کمتر درگیر میکنه نسبت به سی پنل. خب خیلی محیط بهتر و حرفه‌ای تری داره، ولی دایرکت ادمین خود ساده است. اون داستان اون ویندوز 7 است که مثلا شما اگه روی سیستم قدیمی تنش نکنی بهتره ولی اصلا من توصیه نمیکنم، مثلا نیاز به این داستان نداریم. خدماتی که سی پنل داره خیلی دلنشین‌تر و راحت‌تر و بهتر از دایرکت ادمین. الان ما رفتیم توی سایت نت افراز، خواستیم بدون حالت هاست وب حرفه‌ایش رو بگیریم. شما مثلا می‌بینین که در مورد سی پی یو، رم، این موارد هیچ صحبتی نشده و میگم اصلا ملاک نیست. یعنی شما ممکنه اینجا بنویسید 10 گیگ ولی من بیایم اینجا ببینیم از اندازه 2 گیگ این مثلا نمیده یا برعکس. و توی هاستا این چالش همیشه هست، شما تا تست نکنید نمیفهمید که اون هاست چیه، اون پولی که دادین چقدر
اصطلاحاً دارین آش می‌خورین بابتش. ولی خب نت افراز و من تجربه‌ای که داشتم هاستای خوب و کیفیتی میده، یعنی مثلا به سرعت و چیزش خوب بوده. همچنان توصیه‌ام 7 هاست هست، ولی بریم حالا سایت دیگه رو با هم بررسی می‌کنیم. از جاهایی که بخوام بگم نخرید هاست، اینم یه بخشیه. از تلاش نت نخریم، اصلاً نمیارزه هاست‌هاش، هیچ خدماتش. در واقع من توی زمینه ثبت دامنه هم صحبت کردم، از ایران سرور نخرید هاست، قیمت‌ها بالاست و میدونید وقتی یه سایت‌ها برند میشن و به یه جایی میرسن، نمیدونم چه اتفاقی میفته واسهشون که اون شیر فلکه ها رو انگار کم میکنن. نمیدونم داستان چیه، من خیلی از این تجربه داشتم. در مورد ایران سرور من بهتون گفتم دامنه ازش بخریم، ولی الان واسه هاست میگم نه، از ایران سرور نخریم. این سایت ها رو من خودم شخصا تست کردم، از خیلی سایت های دیگه هم میتونید بخرید، میتونید تست کنید، ولی هاست تا وقتی که هاست باشه، در واقع اشتراکی بخواد باشه، همه چیز تجربیه. توی زمینه سرور مجازی و سرور اختصاصی قضیه فرق میکنه. اون سرور مجازی شما یه فضا، یک سخت افزاری و حالا مخصوصا سرور اختصاصی و مطمئن‌تر میشه گفت، شما یه سخت افزاری در اختیارتون قرار میدن و میخرین و مطمئنید که اون میزان رم و سی پی و غیره رو دارید. ولی توی هاست نه، یه فضای اشتراکی بین همه پخش میشه و خیلی وقتا هم حالت شناور داره. یه سایتی توی این تایم خاصی اگه بیشتر منابع رو مصرف کنه، ممکنه به سایت شما یه سری منابع کمتر برسه. در مورد سایت های دیگه ایدونم آسان وب هاست هست که خب این سایت هم خدمات خوبی میده نسبت به پولی که میدین. در واقع اون سی پی او رم اون فضا رو بیشتر بهتون اختصاص میده. از لحاظ پشتیبانی من بین آسان وب هاست و 7 هاست، همچنان 7 هاست رو بهتون پیشنهاد میدم و اگه خواستین هزینه‌های سنگینی بابت هاستتون پرداخت کنید، شاید آسان وب هاست الان تو این موقعیتی که من دارم باهاتون صحبت میکنم بهتر باشه. دوره‌ای همه اینا عوض میشه، شاید حالا وارد این کار بشین متوجه بشین، چون نمیدونم چی میشه که خدمات این هاستینگای خود بالا و پایین میشه بعد این مدت که مشتریاشون زیادتر میشه و برند میشن. خب برای خرید هاست اول باید ثبت نام کنید تو این سایت ها. ثبت نامش هیچ فرقی نداره با بقیه سایت ها و حالا از منو ثبت نامتون رو انجام بدید. یه ایمیل، یه اطلاعات که اطلاعاتتون رو ترجیحاً واقعی و درست بزنید، بر طبق شناسنامه بزنید، چون ممکنه بعضیاشون ازتون یک سری اطلاعات هویتی بخوان. بعد اینکه ثبت نام انجام شد، حالا من وارد حسابای خودم میشم تو این سایت ها. 3 hours later. 6 hours later. خب وارد حساب کاربریم شدم. حالا پنل ها رو یه جور کلیات بخوایم ببینین، قسمت سرویس ها دامنه و غیره دارن، همشون به همین شکله. بریم سراغ این که ببینیم چطوری میشه خرید کرد. میتونید اون صفحه اول سایت رو، حالا من 7 هاست رو بهتون میگم، بقیه‌شون هم به همین سبک و سیاق، هیچ فرقی نمیکنه. مثلا هاست لینوکس که بگیم حالا یه چیز بین اقتصادی و وردپرس، حالا هاست لینوکس آلمان، ایران ترجیحاً تا میتونید نگیرید، مگه اینکه دوره بذارن نتو بهتر کنن بیچاره‌مون کنن، مجبور بشیم بریم ایران واسه اینکه سایتمون بیاد بالا. ولی واقعاً هاستای ایران یه عذاب الهی بود بر این وضعیت نت، فیلترینگ و تحریم‌های کشور و واقعا عذاب آوره. توی این زمینه میتونم بگم آسان وب هاست خیلی خوب کار کرده. یه سری راه‌ها رو، یه سری کارا رو توی سروراشون انجام دادن و تونستن یه خود کانکشن‌ها رو با اونور بهتر کنن. بگذاریم بالا پلن رو شما می‌بینید، هر پلنی بر حسب چیزی که خودتون نیاز داشتین و مثلا می‌زنید سفارش دهید روی اون دکمه پایینش. همشون همین مرحله رو دارن، ازتون میپرسن و شما میزنید که چون دامنه رو من قبلا در موردش صحبت کردم، احتمالا شما دامنه‌ای دارید از این سایت دیگه،
و گزینه از دامنه‌ای که قبلا ثبت کردم استفاده میکنم و انتخاب میکنید. حالا این دامنه .کامی که شما قبلا ثبت کردین و حالا من مای دومین مثلا میزنم اینجا و حالا پسوند اگه .کام باشه استفاده. میبینید که همون پلنی که انتخاب کردیم واسه هاست رو آورده واسه ماهانه پیش‌فرض گذاشته که اینجا میتونید تعداد ماهاش رو بیشتر کنید یا بذارید روی سالانه و به برای پرداختش. وقتی ادامه رو حالا بزنیم یه پیش فاکتوری نشون میده بهتون، در واقع فاکتور رو صادر میکنه مثل یه خرید اینترنتی ساده است و پرداخت نهایی میذارید میرین توی درگاه بانک و پرداخت رو انجام میدید. بعد از پرداخت وارد سرویس های من میشید. این سرویس های من و همه این هاستینگ ها دارن، میتونید مدیریتش رو انجام بدید. ما اون به عنوان مثال یه هاست اینجا داریم که روش که کلیک کنید اطلاعاتی که مربوط به نیم سرور و غیره هست رو بهتون میدن. یه نکته اینجا هست، وقتی که شما هاست رو میخرید ممکنه که وارد این قسمت میشین نبینید نیم سرور رو، یعنی این چیزی که 7 هاست اینجا گذاشته و خیلی هم خوب هست، واقعا کاربری خوبی ایجاد کرده و توی مثلا آسان وب هاست چنین چیزی نداریم و باید شما یا به ایمیلتون مراجعه کنید که اطلاعات هاست رو واسهتون فرستاده و توی ایمیل بهتون میگه که اطلاعات اتصال به دامنتون چیه. میبینید الان اینجا هیچ نیم سروری ما نداریم و واسه آتش هم فکر کنم نیم سروری رو قرار نمیده واسه اینجا و باید از ایمیل چک کنید یا از تیکت ازشون بپرسین. تیکت هم که در واقع همین پشتیبانی میشه که اینجا همشون این تیکت پشتیبانی و تیکت رو دارن. میتونید ایجاد ارسال تیکت پشتیبانی بزنید یا توی 7 هاست درخواست پشتیبانی و عنوان حالا موضوعشو که خب حالا پشتیبانی فنی شما کار دارین خیلی فرقی نمیکنه. اگه موضوع هم اشتباه بزنید ارتباط میدن خودشون. موضوع رو وارد میکنین، بخش هم که فنیه، سرویسی که خرید کردین رو وارد میکنین، اولویت رو زیاد بذارین و متنتون و درخواستتون رو مینویسین و اونا بعد از چند دقیقه جواب میدن. 7 هاست میتونم بگم شاید نیم ساعته بهتون جواب میده و پشتیبانی خوبی دارن. وقتی که خرید کردین و حالا در صورت به نیم سرورهاتون رسیدین وارد جایی میشین که دامنتون رو خریدین. حالا من از تو ایران سروری که توضیحش رو خدمتتون قبلا گفتم تو ویدیوی قبلی وارد میشم. 1 hour later. خب من وارد پنلم توی ایران سرور شدم. از قسمت دامنه ها مدیریت دامنه رفتم و میخوام به عنوان مثال این دامنه رو به اون هاست متصل کنم. همه پنل‌های کاربری فروش دامنه به همین شکل. شما توی محیط دامنه هاتون که وارد بشین از این ستون عملیات و تنظیماتی دارین که اینجا حالا یا میزنین به صورت آکاردئونی منوها باز میشن که بتونین مدیریت کنین یا وارد این محیط میشه و مثلا مدیریت DNS یا همون نیم سرور که قبلا صحبت شده از طریق نیم سرورهای انتخابیتون اون نیم سرورهایی که اون هاستینگ بهتون داده رو وارد میکنه. خب به عنوان مثال من الان این نیم سرور رو کپی میکنم و وارد پنل دامنه میشیم. اینجا یه مورد پیس نیم سرور بعدی رو توی باکس بعدی قرار میدیم و اینجا پیس ذخیره و اعمال رو که بزنیم میبینین که اینجا یه اوکی بهتون میده و باید دیگه منتظر باشین چندین ساعت تا این اتصال به درستی و کامل انجام بشه. بعد از اینکه ما نیم سرورها رو توی دامنه‌مون ست کردیم و چند ساعتی گذشت از اونجایی که ما این هاست رو روی این دامنه خریدیم، خود به خود شما اگه دامنه‌تون رو توی مرورگر تایپ کنید، حالا به عنوان مثال اگه این دامنه‌ای باشه که ما خریدیم و تنظیم کردیم و اینتر بزنیم یه همچین محیطی میاد واسهتون. حالا ممکنه یه فولدری هم اینجا بهتون نشون داده بشه، یعنی دقیقاً یه محیط خام خالی حالت فایل منیجر مثلا گوشی و این یعنی اینکه اون هاست به اون دامنه متصل شده و شما
میتونین کار رو روی اون هاست شروع کنین. یه نکته بگم، اگه خواستین داخل یک هاست یه دامنه دیگه هم اضافه کنین، یعنی جدای اون زمانی که هاست رو دارین میخرین و دامنه رو توش تنظیم میکنین، میخواین یه دامنه دیگه هم توی اون هاست اضافه کنین، یعنی این قابلیت هست. واسطگی اون هاستینگتون داره که این امکان رو بهتون بده یا نه. البته اصلا توصیه نمی‌کنم که روی یک هاست 2 تا سایت رو بیاریم بالا، به هیچ وجه. هر سایت باید هاست جدایی واسش خریداری بشه، چون از منابعی که خیلی هم محدوده دارین روی 2 تا سایت استفاده میکنین و سایتاتون هیچ کیفیت خوبی نخواهند داشت. حالا اگه خواستین که یا دامنه دیگه یا به هر دلیلی خواستین ریدایرکتش کنین به دامنه اصلی، یعنی در واقع کسی اون دامنه رو زد، خود به خود آدرس لینک عوض بشه و بره روی سایت اصلیتون، باید بیاین از داخل سی پنل قسمت دومینز. توی دایرکت ادمین هم همینه، این فرقی نداره، شما دامنه ها دومینز اینو پیدا میکنین و حتما باید اون دامنه‌تون هم همون نیم سرور رو عیناً داشته باشه. روی کرییت نیو دومین میزنین و حالا اینجا اون دامنه‌تون رو وارد میکنه. حالا به عنوان مثال من یه دامنه قبلا نیم سرور رو ست کردم روش، میخوایم که ببینیم که به چه شکل میشه. بهتر این تیک رو بردارین چون خیلی پابلیک HTML تون رو شلوغ نکنه و بعدش روی سابمیت میزنین. ممکنه یکم زمان ببره و میبینین که اینجا پیغام ساکسس اومده و دامنه ما به لیست دامنه هامون اضافه شده. اگه بخوایم از طریق سی پنل دامنه‌ای که اضافه کردین به سی پنل رو ریدایرکت کنیم به دامنه اصلی، این فکر کنم نیازتون باشه، چون ممکنه که شما هم دامنه داتسایا رو خریدین هم دامنه دات کام و من توصیه‌ام همینه، همیشه شما اگه خواستین دامنه خرید کنید هم داتایا رو بخرید هم دات کام اون دامنه رو. داتایا که قیمتی نداره و نباید دست کس دیگه ای باشه جز خودتون که اون کسب و کار رو دارین، و دات کام هم که خب اعتبار بهتری میده به سایتتون و بهتره که دات کام داشته باشین. این ریدایرکت یا انتقال آدرس سایت به آدرس دیگه از طریق خود سی پنل هم شدنیه. شما از طریق همون سی پنل قسمت دومینز برین، ریدایرکت و نوع ریدایرکت رو انتخاب کنین، روی 301 بشه، یعنی به عنوان دائمی ریدایرکت رو میخواین انجام بدین. از تو لیستتون این دامنه‌ای که میخواین ریدایرکتش انجام بشه رو انتخاب کنید و این اگه بخواین بعد از دامنه آدرس دیگه‌ای باشه باید اینو پر کنین، خالی بذارین که دامنه آدرس اصلی انتقال داده بشه و آدرس‌های بعدیش. ریدایرکت تو میشه آدرس سایتی که قراره که این ریدایرکت بهش انجام بشه. حتما کامل سعی کنید وارد بشه که دایرکت روونتر انجام بشه. اینجا میگه که ریدایرکت رو میخواید با www باشه یا بدون w، یا حالا در صورت فرقی نکنه که خب ما در هر دو حالت رو انتخاب میکنیم و کافی اد رو بزنیم. اینجا بعد اینکه پیغام اوکیش اومد خود به خود این ریدایرکت انجام میشه. شما اگه مثلا آدرس دامنه داتایرتون رو بزنید خود به خود اون دامنه دات کام که اصلیه هست و اینجا تنظیمش کردین انتقال داده میشه. توی ویدیو بعدی با دیتابیس آشنا میشین و وردپرس رو نصب میکنین. پس با ما حتما همراه باشین، لایک و سابتون نره. مخلص شما، تا بعد.